حالا شده بین کلی آدم باشی ولی حس کنی هیچ کس بهت اهمیت نمیده، یا بدتر از اون با کسایی بودی که به اسم دوست فقط حالتو بدتر کرده. توی این ویدیو قراره بهت بگم چطوری از تنهاییت بیای بیرون، چطوری آدمای اشتباهی رو از زندگیت بیرون کنی و از همه مهمتر چطوری دوستهای واقعی پیدا کنی. سلام، من فرنیام و در فیکست قرار راجع به بحث‌های مهم زندگی تینیجری صحبت کنیم. این اپیزود قرار راجع به دوست پیدا کردن صحبت کنیم. من خودم به شخصه قبلا با دوست‌هایی در ارتباط بودم که باعث می‌شدن احساس تنهایی کنم، با اینکه هدف دوست پیدا کردن این بود که از حس تنهایی در بیام. ولی تلاش می‌کردم خودم رو با اونا هماهنگ کنم یا به قول خودمون فیتینگ کنم تا شاید اونا منو بیشتر بپذیرن، اما این کارم واقعا باعث شد حالم از نظر روحی بدتر بشه، چون خود واقعیم رو کنار گذاشته بودم و فقط می‌خواستم سعی کنم که مورد قبول اونا باشم. اولین کار برای پیدا کردن دوست خوب شناختن و دوست داشتن خودته. اگه خودتو دوست نداشته باشی چطوری انتظار داری که بقیه دوست داشته باشن؟ باید وقت بذاری برای شناختن خودت. پس این سوالا رو میتونی از خودت بپرسی. من از دوستی چی میخوام؟ وقتی حال خوبی ندارم مثلا دوستم چطوری کنارم باشه؟ چه ویژگی‌هایی توی شخصیتش برام مهمه؟ و چه چیزهایی برام خط قرمزه؟ دلم میخواد چه تجربه هایی با دوستم داشته باشم و از این دوستی چه چیزهایی میخوام به دست بیارم. این سوال ها نشون میده دوست ایدئال تو چیه و میتونی دوست واقعیت رو پیدا کنی. و اگه پیدا کردی ببینی این ویژگی هایی که الان بهت میگم رو دارن یا نه. مثلا انرژی مثبت، اعتماد و وفاداری، احترام به تفاوت ها که از همه مهمتره، شنونده خوب بودن و کنجکاوی سالم و صمیمیت و صداقت، تلاش دو طرفه برای حفظ رابطه. ولی باید مواظب باشید این دوستایی که پیدا میکنین تاکسیک نباشن. دوستای تاکسیک یا معمولا سعی میکنن روی شما کنترل داشته باشن و نمیذارن دوستای جدیدی پیدا کنید و همیشه رابطه رو یک طرفه نگه میدارن، چون فقط همیشه دنبال منفعت خودشونن. خیلی وقتا ما فقط به خاطر ترس از تنها بودن توی رابطه میمونیم، حد و مرز نداریم و خودمون رو نادیده میگیریم یا میخوایم همه رو راضی نگه داریم. اینا چیزایی هستن که باید واقعا روشون کار کنیم. یه جایی میخوندم که پروفسور جفری ها یه تحقیق کرده بود که تقریبا 80% آدم‌هایی که در طول زندگیمون باهاشون آشنا میشیم از دایره دوستی ما خارج میشن. اون 20% باقی موندم شاید فقط 2 نفر واقعا بمونن که به عنوان دوست نزدیک و قابل اعتماد باشن. دوست پیدا کردن از جامعه و فضاهایی که توشون حضور داریم خیلی راحت تره. نمیتونی انتظار داشته باشی که مثلا یه نفر توی خیابون بیاد بهت بگه که میای با هم دوست شیم. میدونی خیلی عجیبه. جاهایی مثل مدرسه، کلاس زبان، باشگاه، کارهای داوطلبانه و جاهای این مدلی میتونی با آدمهای زیادی آشنا شی و حتی باهاشون دوست شی. با آدمهای جدید حرف بزن و از ارتباط گرفتن نترس. من خودم آدم خجالتی بودم و تقریبا هنوزم هستم، ولی دارم سعی میکنم با تمرین کم کم بهتر شم. منتظر نباش همیشه کس دیگه ای سر صحبت رو باز کنه. تو هم باید بعضی موقع قدم اولو برداری. اگه میخوای واقعا دوست خوب پیدا کنی و خجالتی بودن رو بذاری کنار و تمرین کنی با آدم‌ها ارتباط بگیری. دوست خوب پیدا کردن آسونم نیست ولی غیر ممکنم نیست. وقتی خودتو بپذیری، وقتی مرز داری، وقتی میدونی از یه دوستی چی میخوای، دوستای واقعی هم میان سراغت. اینو یادتون باشه. بعضی وقتا تنها بودن بهتر از دوستای اشتباهه. مرسی که تا اینجای ویدیو رو با هم همراه بودید. لطفا نظرتون رو بهم بگید. تا ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.